بعدی نه شعری کتابایی اون شعری خون مرنی خونی کدام کتاب باید بیشتر خون کتابی زبان مادری که بسیار با باز ادبیات تاجیکی با گذشتگیامون فهمیده با شاعرها و باز تاریخ خلق خودمون رو بسیار خوانیم که گذشته خودمون رو بدونیم چه خیلی گذشته است کی قهرمانی کرده است. خب تشکر زیاد. چون ما اندیشه ها رو شنیدیم، اندیشه ها واقعا هم مختلف بود. آنجا جوان ها اندیشهشون رو گفتن که کدام کتاب رو باید خوانیم. چون گفتم ممکن است که شما دانشجو هستید و شما قسمی فعالی جامعه جوان ها گویم خطا نمیکنیم. شما خودتون چی میگید؟ سوال اساسی برنامه کدام کتاب رو خوانیم؟ اساساً کتابخوانی یکی از عادت‌های اساسی مردم تاجیک است و فکر من کتابخوانی انسان را میتواند که از تمام مشکل‌ها برآورد. اما برای آنکه برای کتابخوانی ما پیش از همه باید یگان توصیه دهنده داشته باشیم. در ما یک عادت است که ما سوابودا ویبرا نیست در ما، یعنی انتخاب آزاد نیست. ما خودمان باید انتخاب آزاد، یعنی خودمان باید انتخاب آزاد داشته باشیم. چون که گفتن جون دیوینسون راکفلر گفته است که ваше благополучие зависит от ваших собственных решений. یعنی همون آبادانی ترقیات انسان از آن وابسته دارد که وای خودش کدام یعنی خلاصه ها را قبول میکنه. اگر انسان مثلا خودش سوابودا ویبره یعنی انتخاب آزاد داشته باشد و میتواند یعنی با مقصدش رسد. برای همین هم نقطه نظر برای آنکه کدام کتاب ها را خوان پیش از همه من میخواهم که کتاب های کلاسیکان، مثلا من 3 کتاب نظم دوست می داشتم. این پیش از همه فیه و فیه جلال‌الدین رومی. تشکر. ما در مورد کدام کتاب ها نامگوی کتاب ها در خلاصه برمیگردیم و تفسیر شما رو میشنیم. مثلا شما گفتید که آزاد باید انتخاب آزاد باشد. بله انتخاب آزاد باشد و امروز جوان‌های ما تفکر کرده میتونن در همین مورد که انتخاب آزادی آنها واقعا هم درست است به فکر شما یا اینکه مثلا میتونن که اشتباه کنن در این ماجرا؟ پیش از همه انسان باید تجربه آموزد از دیگر کس حتما تجربه آموختن در کار. اگر انسان ها با مثلا انسان ها با روشنایی دهند آنها موفقیت خود و راه خود را در حیات البته که میابند. برای همین هم انسان همه وقت باید کوشش کند که تجربه آموزد. پیش از همه یک تا عقیده همین است که اگر تو یگان کار کردن نمیتوانی به بیبلیوتک رو یعنی به کتابخانه رو و در همان جا محض تو میفهمی که باید تو چی کار کنی. تشکر. خب سعید جان شما چی میگید؟ مردم ما که از قدیم کتابدار بودن و تا حال کتابدار هستن، ما یگان نفر رو مجبور کردن نمیتوانیم که کدام کتاب رو خوند. هر یک نفر وابسته به شوق احساسات خود میبیند و معقول میکند ان همان کتاب رو. نفری که تکنیک رو دوست دارند ما اون رو به ادبیات رو بیار گفتن نمیتوانیم. وقتی که اون شوق ندارد با اینچ مایلی رفتن هم ندارد. بسیارتر همین جوانان میتوانند اگر همون خواهشی که خود دارن و راه خود رو انتخاب کرده توانند بیشتر همون راهی که انتخاب کردن با واسطه ان همون کتاب ها را به خود همون کتاب ها را خوانند. هنگام مطالعه ان همون کتاب چیزهای در کار را به خود قبول کرده آینده خود را سازند. و عموما نفری که به تکنیک سر و کار دارد و او میتواند به مطالعه کتاب موفق شود در همون سمت متخصص شود. متخصص شدن نمیتواند. به فکر من متخصص شدن نمیتونه، گرچنده که به نزد مثلا استادها میرد یا به نزد یگان نفر شاگرد رفته هم تا اون چیزی که در کتاب مفصل آورده است اگر اون رو نخونه به فکر من استاد خوب شدن نمیتوانند. خب تشکر سعید جان. بچه‌ها شما چی میگید؟ بین دو اندیشه‌ای که قهرمان‌های امروزه ما حرف زدن مختلف بود واقعا هم گوناگون. شما چی میگید؟ اصلا کدام کتاب رو خوانیم؟ این سوال اساسی برنامه است که شما میتونید اندیشه‌تون رو بگید. من فکر میکنم که هر یک شخص با گفته اینا که در انتخاب باید که آزاد باشد. برای اون که ما نمیتونیم گوییم که این کتاب خواندن ممکن است یا اینکه کتاب دیگر رو خواندن ممکن نیست. برای اینکه تا اونکه همون کتاب نخونی خود انسان اونو چه خیلی خودش درک نکند و وای اون کس تو اینو نخون گفته نمیتواند. باید که همه کتاب ها رو بخونیم. یگان کتابی بد نیست است. همه کتاب خوب است. همه کتاب خوب است. کتاب که شد خوب میشه. تشکر. باز چه اندیشه‌های دیگری هست؟ من اومد اینجا. امیر خسرو دهلوی میفرماید که یک صفحه پر از خلاصه شوق بهتر ز 200 کتاب بی‌ذوق. در اینجا گفتن ممکن است که نه همون کتابی که نوشته شده است او برای انسان خوبی می‌بیارد. مثلا یک مثال می‌بریم، در همین انسان مادیات و معنویات است. مادیات این چگونه؟ ما وقتی که خوراک نمیخوریم زندگی کردن نمیتوانیم و خوراک‌ها هم گوناگون میشوند. مثلا برای یک انسان اوش پلو نقص است، برای دیگر همه
ягона Бозаф нестанд. худаш. барои инсон ҳам барои маънавиёташ ҳамин гуна аст ки як гуна китобро масалан агар ман гӯям ки ман фақат жанри таърихиро мехонам, ин намешавад, чунки ман барои ин ки дар ҷомеа муваффақ гардам бояд ҳамагуна, яъне боз ба дигар китобҳо ҳам рӯ биёрам ва он ба мардум ҳамин пешниҳодам ҳаст ки на ҳамон китобҳое ки дар ин имрӯза бисёр китобҳо навишта шуданд, вале баъзе аз онҳо ҳатто дастрасондагӣ нестанд дар ҳамин китобхонаҳо, ки онҳоро халқ ҳам худаш медонад ки аз хондани онҳо ягон чиз ҳосил намешавад. бошад. хуб, маромад. من فکر میکنم که هر یک شخص گفتند انتخاب خود را دارد و ما که دانشجو هستیم و همه روزه به همون فنهایی که ما میگذاریم وابسته به فنهای ما معلمان به ما بسیار کتاب ها را توصیه میدهند و هر یک کتاب یک معنی خود را دارد، یک جهان خود را دارد که ما وارد آن میشویم. مثلا من مطالعه می نمایم کتاب های بدیعی را، همون کتاب بدیعی رو که من وارد آن میشوم، از وی برآمدن مشکل است، چون که ما به همون فیلم وارد میشویم که خود همون در کتاب هست که قهرمان های اساسی یا منفی یا مثبت او رو میبینیم، نظر میکنیم و دور رفتن نمیخوایم. همون به قلب ما همین تر زیبا جای میشود که ما تصورمون به همون او رو، یعنی همون هر یک معنی او رو تصور کرده میخوانیم و فکری من در این مضمون کتاب های بدیعی توصیه نمودن است. تشکر. هست باز اندیشه دیگر، الهه دیگر؟ در بابت نوبت جواب مرحبا. من فکر میکنم که هر یک کتابی که نوشته می شود انعکاسگری همون دور و زمان است، یعنی که خواه نخواه وی درباره همون تاریخ یا که اون حیات آدمانی که در همون وقت زندگانی میکردن همون رو انعکاس میکنند و من فکر میکنم که مؤلفان این کتاب ها، نویسندگان بهر به دست آوردن شهرت کتاب نمی نویسند، بلکه و هر یک کتابی که نوشته می شود و خواننده خود رو مییابد. تشکر امید. تشکر. بیاید پیش از آن که من به استاد اندیشه شما رو واگذار میکنم، خلاص اندیشه شما رو در همین موضوع بیاید بحث دیگر کرده گیریم که اصلا هست در جامعه اندیشه که همه کتاب رو خواندن ممکن نیست و وقت هم نمیشود و ارزش هم ندارد میگن. مثلا دوستی ما میگن که با همین اندیشه است، اما امید شما گفته است که هر یک کتاب این به معنای آن است که هر یک کینو برای یک بار دیدن و هر یک کتاب برای یک بار خواندن میارزد. یعنی شما چه اندیشه دارید؟ اصلا ارزنده است که هر یک کتاب رو ورق زنیم، میگن که وقتی ما محدود هست. چی میگه جان ها؟ از زندگی خودتون میتونید حرف زنید. انسان مثلا تا یگان چیز رو رد نکنه چیزی نفس ساختن نمیتواند. مثلا یگان کلمه رو میگیریم، مثلا میگیریم کلمه آفتاب. مثلا برای آن که ما کلمه آفتاب کلمه نفس سازیم، باید ما حرفای آ، ف، ت رو خط زنیم، یعنی خط زنیم. در نتیجه آب حاصل می شود. انسان یعنی همان وقت چیزی نفس ساختن میتواند که و یگان چیز رو رد کند. البته رد کردن در کار. برای همین هم انسان باید همان کتاب‌های را خواند که وای در همان وقت وای به آنها نیاز دارد. پیش از همه نیاز دارد. البته همه کتاب‌ها را خواندن ممکن است، چون که در همه چیز زیبایی هست. در همه چیز زیبایی هست. یعنی این دنیا خودش آینه است. هر یک شخص آینه، یعنی سیمای حقیقی خودش را محض در همین دنیا می‌بیند. و من فکر می‌کنم که یعنی برای ما وقت کفایت نمی‌کند که تا که همه کتاب رو خوانیم، اما برای آن که ما یگان چیزی نفس سازیم باید ما البته یگان کتاب رو رد کنیم، خواندنش را. البته همه کتاب رو خواندن ضرور نیست به فکر من. تشکر بسیار جان. سعید جان شما چی میگید؟ به فکر من هم همه کتاب ها رو خواندن وقت نمیرسد. اولین درجه در درجه یکم میشد وقت. مثلا ما یک کتاب رو میگیریم، اون دقت ما رو جلب کرده نمیتواند و دو سه ورق میگردونه میخونه و میبینیم که جمله های نوفهم یا چیزی دشوار آورده شده است، در سر همون یا خوابمون میآید یا دیگر چی میآید. و فکر من کتاب هایی که با دقت خواننده رو به خود جلب کرده نمیتواند، اون رو بسیار نفر ها نمیخوانند. عصبی امروز همین گونه کتاب ها زیاد هستن سه یعنی که کم؟ به فکر من این گونه کتاب ها زیاد هستند. زیاد. خب تشکر. شما چی میگید؟ ایشون عزیز اصلا ارزنده است که همین کتاب ها رو باید خوانیم، یعنی باید خاطرسان کنم که در بین دانشجویان همچنین نفرانی هستند که در آزمون فروغ سپی دانایی اشتراک کرده، جایهای نمایان رو اشغال کردن. مرحبا. خب کتاب هایی که امروز در تمام کتابخانه های چه تاجیکستان باشد چه خارج کشور است،
خیلی زیاد هستند و اگر تعداد آن را اگر حساب کنیم حساب هم کردن نمیشد، ولی عمر انسان باور کنید اینقدر تیز میگذرد که نمیتواند که دسترسی به همون کتاب ها داشته باشد یا اینکه آنها را پرره چی کند آموزد و عمر انسان کوتاهی میکند. ولی انسان کتاب های را لازم باید خواند که آن در زندگانیش یگان منفعت می‌آورد. مقصد از آموزش کتاب هم باید زندگی ما خودمون را تغییر دهیم. بعضی انسان ها حتی 400 تا یا 1000 تا تعدادی کتاب را خواندند، ولی زندگانیشان را می‌بینید که چقدر احوال بد دارند. یک حادثه هم همین خیلی هست در مثنوی، یک حکایت هم هست میبرد که میگوید که وقتی یک نفر شخص بدانش در یک بار خورجین غذای همون کتاب ها را گرفته گنداشته بود و در یک خورجین دیگر همون ریگی که از بیابان گرفته به یک سمت می رفت. یک دانشمند را دید که آن دانشمند این مرد را دید سوار نیست است در بالای شترش و برای آنکه بار آن شتر وزنی نشود خود سوار نشده بود و یک طرف کتاب بود در یک طرف ریگ. بعد گفت این دانشمند با آن مرد خطاب کرد و گفت ای نادان، چرا اینقدر هم به شتر ظلم کرده ایستاده هم به خودت ظلم کرده ایستاده؟ آخر میتوانی که همون به جای ریگ تو خودت سوار شوی، هر تقسیم کنی و خودت سوار شوی، هم جان خودت عذاب نمیکشد هم جان شتر. بعد گفت ای مرد دانا، تو اینقدر دانا هستی، تو مگر این با علم و دانشت صاحب چی هستی؟ بعد گفت من همین قدر دانش دارم ولی مفلسم، نادارم، در همین بیابان ها آواره و سرسان هستم. بعد گفت تو با این همین قدر دانشت تو در همین بیابان ها سرسان و سرگردانی، پس این دانش تو چی لازم؟ این دانش تو که به کار بردی از همان بهتر به دانشی من خوبتر است که من یک کار انجام داده ایستادم که به منفعتم است البته، ولی که تو زندگی خودت دیگرگون کردن نمیتوانی. این دانش لازم نیست است. میگوید ثنایی غزنوی هم میگوید که دانشت هست عملت نه، دان که خری بار گوهر بری و کاه خوری. وقتی که همون مرکبی که ما میگوییم اگر در بالای آن چه گوهر، مثلا گوهر قیمت بهایی که ما میگوییم همون از یک جا به یک جای دیگر انتقال میدهد، ولی او نمیداند که یک گوهر است. انسان ها هم همین گونه هستند که مثلا اون دانشی که در معینه سرشان است ولی از مطالعه زیاد مطالعه میکنن ولی آن را در عمل تطبیق کردن کم است. ولی تشکر. ادامه سخنتون رو حالا باز روز کرده مانید میگوید حتما. تشکر. باز هست انشای دیگر؟ اگر نه من به خلاصه همین 2 سال رو با استاد بگذار میکنم. واقعا هم استاد نفری هستن که با وجود خیلی سیرکاری و در جایهای بسیار کار کردن من خیلی زیاد شاهد میشم در کتابخانه مرکزی ولایتی به نام تاشقرجای سری و همچنین استاد اینجا اندیشه هم واقعا هم مختلف بودند و گروهی گفتن که اصلا کدام کتاب رو باید خوانیم. ما کمتر دور هم رفتیم چون شما شاهد بودید. انتخاب آزاد نیست گفتند و استاد در برابر تحلیل فکری جوانان که شما کدامی رو دستگیری میکنید یا چه خلاصه ها دارید، من همچنین علاوه از شما پرسیده بودم که اصلا امروز ما جوان ها مستقلیت انتخاب رو داریم، یعنی ما میتوانیم که مستقلانه انتخاب کنیم؟ اصلا کتاب وقتی که کتاب انتخاب کرده می شود یعنی 3 اندیشه هست، 3 بخش هست که باید از روی همان ما انتخاب کنیم. اینجا دوستی ما گفتن که باید شخص انتخابی آزاد داشته باشد، لیکن بالکل ما انتخابی آزاد داشته نمیتوانیم، برای که ما از صنف 1 چون میخوانیم با ما الفبا میدهند، پس از آن صنف 2 خوانش و غیره. یعنی ما این هم کتاب است، این هم دانش است، این هم علم است. یعنی در یکم قسمت اون چیزهایی که ضرور هست،
یعنی این همون کتاب‌های درسی دانشگاه، مثلا حالا مجموعه کمپلکس‌های تعلیمی هست که مثلا پیشنهاد کرده می شود. بله، در این قسمت کتاب‌ها، یعنی در این کتاب‌ها بعضا چیزهای ضروری هست که این دانش‌های فوندامنتالی ما رو مستحکم می‌کند. یعنی باید این گونه کتاب‌ها رو خواند. مثلا به نآموختن حرف ا یا به ندانستن دو جمع دو ما دیگر کتاب‌ها رو خوانده هم نمی‌توانیم و برای ما مشکل هم می‌شود. و دوم قسمتی که باید ما از روی آن کتاب انتخاب کنیم این آن است که با ما از کدام جهت جالب، مثلا هستن انسان هایی که فرض کردیم در زندگیشون چگونه باید اویله رو بنیاد کرد، چگونه باید زندگی کرد، چگونه باید موفق شد و غیره و کذا. یعنی این بیشتر به ذوق خودی خواننده واگذاشته می شود. و سیوم قسمتی که باید ما کتاب خوانیم این همین کتاب های بدیعی است. یعنی کتاب های بدیعی فرق ندارد خواه ما نثر میخونیم خواه نظم میخونیم، این هم از انتخاب ما وابسته. مثلا من خودی من بعضا کتاب ها رو نمیدونم 3 مرتبه 4 مرتبه خواندم، اون کتاب هایی که واقعا ارزش دارند، اثرهای جهانی. یعنی حالا مشکل دیگر چی است؟ جوانان در حال مدرن شدن قرار دارند، یعنی تفکر ما به تفکر جوانان عصر 21 مبدل می شود. در این گونه حالت چی واقع رخ می دهد؟ یعنی جوانان می خواهند که در فرصت کم با متن کوتاه معلومات ضرور را گیرند. کتاب غفص است، متن زیاد دارد، صفحه های زیاد دارد و نه همیشه با همگی 10-15 دقیقه شما می توانید که مغز اساسی یک اثری بزرگ رو با خودتون گرفته باشید، یعنی از درونش پیدا کرده توانید. یعنی مشکل همین است. یعنی ما امروز با اون عادت کردیم که چون اینترنت هست، چون دیگر وسیله‌های اطلاع رسانی است، ما خیلی عادت کردیم که یعنی در وقتی کوتاه خواهیم نخواهیم البته ما در همین سمت رفته ایستادیم. این جهانی شوی است، این گلوبالیسم است، این داشته نمیشد، پیش راهش گرفتن نمیشود. لیکن دیگر راه‌های از خود کردن کتاب‌ها هست. مثلا فرض کردیم با راه و اصول‌ها زود خواندن کتاب. من نفرانی که در فروغ صوفی دانایی اشتراک کردن میدونند که مثلا برای آماده شدن به یک آزمون چقدر باید کتاب خوند، چقدر باید تیار شد، چقدر خاطره قوی باید داشت. یعنی باید ما بیشتر همان اصول‌ها رو آموزیم که چگونه میتوان، یعنی هست چگونه میتوان از یک کتاب مضمون اساسی یعنی محک اساسی نقطه اساسی رو به خود گرفت و چگونه شعرها رو خوب در خاطر گرفت و غیره و کذا. اینجا اندیشه ها گوناگون بودند. واقعا دوستی ما گفتند که همه کتاب رو خواندن ضرور نیست. اندیشه درست است، این فکر درست است. و چه خاطر؟ با اون خاطر که همه هم خاموش شدن نمیتواند، ضرور هم نیست برای یک نفر دانستن همه کتاب ها. یعنی هر یک نفر باید در سمت خود، در ساحه خود باید شخصی حرفوی شود، یعنی پروفسیونال شود در همین حالت. لیکن در همگی با 500-600 کتاب ساحه خود میتوان از یک شخصی عادی با یک شخص صاحب کسب مبدل گشت. یعنی همگی 400-500 کتابی ضروری. من چنین اندیشه میکنم. فهمم. تشکر استاد. تشکر زیاد. یعنی برای ما ضرور است که غیر از کتاب‌های صحوی کتاب‌های بدیعی رو مطالعه کنیم برای رشد. من خودم تجربه خودم چه خیلی است، خیلی که شما گفتید، من هر روز 1 ساعت وقت خودم رو با کتابخوانی صرف میکنم، چون که از همه شغلی دوست می‌داشته من کتاب خواندن است. من خیلی کتاب خواندن رو دوست می‌دارم. زمانی ما در زکاوت زود کتاب خواندن رو هم آموختیم و غیره و کذا، لیکن من در همان ابره‌ها غوطه‌ور شده کتاب خواندن رو خیلی دوست می‌دارم. 1 ساعت خود رو چگونه تقسیم کردم؟ من فرض کردیم در 1 ساعت باید همه اون نفرانی که کتاب میخونن 3 کتاب باید خوانن. ممکن است اصلا؟ بله، برای چی نه؟ ممکن است. مثلا من یک کتابی بدیعی میخونم،
як китобе дидед чанд саҳифа тақсим кардагисам вобаста ба вақт чанд саҳифа аз соҳаи худ мехонам он чизе ки ман ҳоло барои ман зарур аст фарз кардем агар журналистика бошад журналистика кино бошад кино ё ки ягон кори илмӣ бошад кори илмӣ яъне дар ин самт ва як қисмати дигараш асарҳои бадеӣ ташаккур устод ман чӣ гуфтам асари бадеӣ кори илмӣ ва яъне соҳаи худам кори илмӣ ва ғайр аст ва сеюмаш китобҳои муваффақон яъне масалан ягон китобҳое ки шахсро аз нигоҳи молию андешавию зеҳнӣ рушд мекунанд яъне ба пеш мебаранд ҳам китобҳои ҷаҳонӣ ва ҳам китобҳое ки масалан нависандаҳои худамон навиштанд ташаккур устод дар япония ки технология аз нигоҳи электроника гӯем агар аз нигоҳи таҷҳизоти электронӣ дар дунё дар ҷои аввал меистад газетаҳои рӯзномаҳои ҳаррӯзнашавандаи миллионтиража ҳаст ки субҳ вақте ки ман мехезам дар назди дари ман бояд ки бонкаи ҷурғот ва як газети имрӯзнашуда бояд бошад нафаре ки ана ҳамин чиз агар набошад ӯ ба дигар редаксия обуна намешавад ва дигар гӯем ки он газетаро харидор намекунад ба дигар газета меравад яъне донишҷӯҳо мекашонанд умуман ҳар рӯз китоб мехонанд ҳоло он ки дар электрония якум ҷо ҳастанд мо он чизе ки таҷҳизоте ки онҳо истифода баровардаанд гӯем истифода мекунем аммо аз китобхона дур ҳастем чаро ҳамин гуна аст дар мо масалан барои чӣ андешаи шумо чи аст ки ҷавонҳо чаро масалан дар давлатҳои тараққӣ карда ки дар техникаву технология хеле пешрафта ҳастанд хеле суръати интернеташон тез ҳаст ё дигару дигар газетаҳои ҳаррӯзнашаванда ҳаст яъне бозор ҳамин гуна аст ки вақте ки дар бозор талабот ҳаст мол истеҳсол мешавад ҳамин гуна агар талабот набошад мол истеҳсол намешавад талабот ҳаст ки газетаҳо ҳар рӯз бо тиражи миллион нашр мешавад дар мо ки талабот нест ангушумор газетаҳое ҳаст ки танҳо рӯзҳои корӣ масалан ҷумҳурият боз чанд газетаи дигар ки танҳо рӯзҳои корӣ нашр мешавад ва масалан дигар мо газетаҳои мустақил ҳам надорем ки ҳар рӯз нашр шавад ё ин ки дар мавриди китоб гӯем ҳатто китобхонаҳои мо ҳам ангушумор аст талабот чунки нест китоб ҳам нест шумо чӣ андеша доред ҷавонҳо чаро ҳамин гуна аст яке аз қаҳрамонҳои асосии китоби Виктор Гюго Сабор Паризской Богоматери Пьер Гренгуар ном дорад яъне ҳамон дар ҳамон китоб омадааст ки агар инсон як мақсад дошта бошад ҳамон мақсадро дар тамоми чиз мебинад агар масалан мо хоҳ дар телефонам ин телефон китоб инҳо ҳар дуашон воситаанд агар масалан инсон дар китобхона рафта китоб хонад яъне дар телефон дигар ба дигар корҳо машғул шавад ин маълум аст ки вай мақсади вай парешон аст агар инсоне ки китобро ҳақиқатан мехонад ҳам дар телефонаш мехонад ҳам дар китобхона рафта мехонад ба фикри ман ташаккур саидҷон шумо чӣ мегӯед бисёртар ҷавонои мо аз сабаби ки китобхона намеоянд онҳо фикр мекунанд гӯё ки шакли электронӣ онро доранд ва аз ҳамин худро қонеъ карда метавонем ин ба фикри ман нодуруст аст шакли электроние ки дар дасти худ доранд он ба шакли пурра аз китоб ба монанди китоб шуда наметавонад дар шакли электронӣ ман бисёр дучор мешавам масалан дар девони ҳофизе ки дар китоб оварда шудааст дар шакли электрониаш мехонам бисёр ҷойҳои ғалат дорад ман фикр мекунам ҷавоно танҳо бо шакли электронӣ қонеъ нашаванд ҳаракат кунанд ва биёянд нусхаи аслие ки дар китоб аст ҳамонро хонанд бисёртар ҳозир ин шаклҳои электроне ки аз тарафи ҳар гуна шахсон аз вай намегузарад аз назорат намегузарад ё аз назорати шоирон намегузарад ва онҳо таҳқиқ намекунанд ки дар куҷои ин хатогӣ дорад онҳо бисёртар барои яъне маблағ ба даст даровардан ҷавонҳое пайдо мешаванд ки ҳамин чизҳоро барои пешкаш кунанд ба ҷавоно ҳаракат мекунанд ҳамон чиз хонанд ба худ ягон чигира некса фикр намекунанд ки ин оё дуруст аст оё дуруст нест бо як нуқтаро гуфта мехоҳам ки нафаре ки аз электроне мехонад яъне зарари он ба чашми инсонам зарар дорад ташаккур саидҷон дар мавриди китобҳои электронӣ ва чопи соли ман буд хуб шумо дар бобати чӣ дар бобати фикри шумо гуфтанӣ ҳастам ки ҳоло ки мо донишҷӯ ҳастем ва шумо гуфтед ки дастрасӣ китобҳои электрониро хондан на ин қадар чи аст фоидаовар гуфтед ё ин ки дастрас аст лекин ман фикр мекунам ки хостан тавонистан аст
کتابی که ما در دست داریم ما آن را میخوایم که خوانیم، فرق ندارد که ما حالا ما میتوانیم ما دور در جایهای دور زندگی میکنیم، مثلا دسترس کتاب ما کتابخانه به شهر خوجند آمده هر روز نمیتوانیم که کتاب دسترس نماییم، مجبور هستیم که کتاب الکترونی رو گرفته خوانیم. حالا اینکه در دانشگاه دولتی خوجند الکترونیک کتاب ها برآورده ایستادن و گفتید که به چشم هم زیان دارد، این درست است زیان دارد، لیکن ما از کتاب الکترونی باشد خواه کتاب دستی باشد او یگان تغییر ندارد، او تنها مقصد ما باشد اگر خواهش باشد اگر میشه تشکر شما هم درست است، اما اون کتاب هایی که به شکل الکترونی برآورده‌اند در اون بسیار غلط ها دیده می شود. تنها یک کلمه می تواند مضمون یک بحث رو دیگر کند. تشکر بچه عزیز. اصلا که موضوع صحبت ما تمام سمت دیگر بود، سمت الکترونی چاپ شد. پس بیاید در مورد همین مورد حرف میزنیم. باز چی اندیشه هست؟ الکترونی هم خواندن کیفیت میدهد یا اینکه نه برای ما؟ من در مثالی که حضور یپونی و مثال آوردید، من همین گفتنی هستم که قدر زرگر بدانند. اما ژاپنی ها هم میدونند که از تاریخ خود که آنها چطور به همین جوده رسیدن. از تاریخ همین ژاپن اگر خوانده برایدگر، او اساساً بعد از جنگ دوم جهانی چنین به پیشروی مایل گشت. یکمین چیزی که در ژاپن همین را جاری کردن، این اولین درجه معاش آموزگاران را بلند برداشتن و دومین درجه باشد همون کتاب هایی که برای به ساحه یعنی به انسان ها فایده آور است، آنها را به مردم جاری کردن و خواندن آنها را در اول اساساً کمتر مجبوری هم گویم خطا نمیکنه، مجبوری جاری کردن و امروز هم همون خلقش از تاریخ خود خوب میداند که آنها چگونه به همین جاده رسیدن و نباید که آن را فراموش کنند و چگونه که شما گفتید هر روز گزیده نو به نو میخوانند، آنها باشد که ممکن از یک 20 سال 30 سال از ما پیشرفته باشند از جهتی تکنولوژی، ولی آنها فراموش نمیکنند که آنها از کجا به این جاده رسیدن. تشکر زیاد، تشکر. ببینید دو موضوع با هم دیگر، دو سوال با هم دیگر آمیخته شده ایستاده است. اصلا که بله واقعا هم دو گفتم ممکن است که دو سوالی که باید در این مورد اندیشمان رو گفتیم. خب کی باز در مورد کدام سوال حرف میزند؟ بگذارید دیگر ما آمیخته کردیم دیگر جدا کردن نمیتوانید. چی میگید؟ وقتی که یک نفر گفتن الکترونی گویان خطا چاپ میشه، یک نفر میگن که کتابی که اصلا نسخه کاغذی دارد بهتر است. من میگویم که اصلا همه چیز بهانه است. بهانه وقتی که انسان خواستن داشته باشد، خیلی گفتن خواستن توانستن، برای خواستن و توانستن برسیدن آدم جسارت دارد، باید جسارت کند. اول گویم دو عمل هست مهم، اولین درجه و دوم درجه عمل ها. باید ما نقشه داشته باشیم که یکمین درجه کار ما به سامان رسانی، دوم درجه خودش با وقت خودش میشه، چون که ما وقت اساسی رو با کارهای اولین درجه صرف کردیم، بعدا وقت علاوه به کارهای دوم درجه میموند. این یک بعدا یک گویم به طور فرمول است یا بعدا یا گویم که یک هر روزه نقشه است، آرزو هست، باید اولین درجه آرزو است، برای آرزو رسیدن مقصد هست. بختیار یک سوال دیگر، کتاب خوندن، کتاب بدیهی خوندن مقصد برای ما نقشه اولین درجه است یا اینکه دومین درجه است؟ باید باشد. فکر میکنم نقشه های اولین درجه مثلا شماره خود را دارن، وقت نقشه های دوم درجه شماره خود را دارن. اولین درجه شما خوندن کتاب بدیهی میدارد یا اینکه نه؟ میدارد. تشکر. پس باید که در جوان ها باشد، در نقشه اولین درجه شما خوندن کتاب باشد. مهم، من همین رو فهمیدم میخواستم. تشکر بختیار. من خیلی که اینجا دو سوال شد، در یک جای قید کردن که کتاب الکترونی بهتر است یا کتاب کاغذی. البته در مد اول این کتاب کاغذی میستد، ولی در مورد کتاب الکترونیکی این بنیاد مثلا چیزی که هست که در زمان جهانی شوی روی کار آمده است، این هم خوب است، ولی خیلی که مثلا در بعض موردها هست که ما دور از کتابخانه ها هستیم، دسترسی نداریم. این برای ما یک معلومات یا یک چی برای ما یک اگر در حالت کتاب نبودن یک مواد میتواند باشد، ولی ما با اگر که کتابی کاغذین باشد و در یک طرف کتاب الکترونیک باشد، بیاید از همون کتاب کاغذی استفاده بریم. هم کیفیت خوب دارد، هم نور چشمان انسان تلف نمی شود و هم اون انسان وقتی که احساس با همون دریای همون کتاب با چون یک ملاحی است که مثلا غوطه‌ور می شود
از آن بحر دردانه های معنوی خود را برداشت میکند و میگیرد. تشکر استاد مرحمت. باز هم خلاصه دو سوال از شما کوتاهاً من میخواستم که اندیشه جوانان رو خلاصه برداری کنید. در مورد الکترونی که در مورد کتاب چوپی یک چی در چوپی چخیلی که حاضر گفتن اینجا دوستان جوان ما که احساسی خوب دارد، کیفیت بالا می رود و غیره و کذا یک چی هست. این ما همه میدونیم این یک اعضای حسی ما یعنی همراه می شود. یعنی ما کتاب رو میقپیم، لمس میکنیم. این هم یک اعضای حس است. این یک چیزی هست که با ما احساسات میبخشد و وقتی که شما کتاب رو ورق میزنید صدا میبرد، گوشتان میفهمد. البته این هم خواهد نخواهد با روان ما یعنی با جهان باطنی ما تاثیر میگذارد و همون وقتی که شما کتاب رو به دست میگیرید بوی کتاب هست. اگر کسی کتاب میخواند، کسی کتاب دوست یا کتابی نو باشد بوی نو میآید از کتاب، کاغذی نو. اگر کتابی که خیلی در کتابخانه ایستاده باشد یا اینکه در رف کتاب‌هایتان ایستاده باشد یک بوی زیبایی دارد. یعنی ببینید شما هم با چشم یعنی یک اعضای حس چشم شما لمس میکنید، شما میشنوید، شما با دستانتون میقپید، یعنی در مشامه یعنی شما بوی میکشید و در نهایت این به شما تاثیر میکند خواهید نخواهید. با این از این جهت میگوییم که کتاب چوپی افضلتر است، یعنی در خاطر نقصتر میماند، کیفیت میبخشد. لیکن کتاب های الکترونی یگان جای من کردن ندارد. اون کتابی که مثلا در چوپی هست به طور PDF پیشنهاد میکنند، خیلی قلای است. حتی شما در میکرواتوبوس رفته ایستادید، اتوبوس رفته ایستادید، تنها با همان چند انگشت زدن شما ورقها رو عوض میکنید و خوانده رفتن میگیرید. لیکن احساس در کتاب چوپی بیشتر و خوبتر و فهمیش هم بیشتر که در کتاب چوپی است. اصلا اینجا یک چیز دیگر هست. ما چیکار کنیم که کتابی در دستمون بودگی یعنی اطلاعی در دست در همون کتاب بودگی به طور پررگی در خاطر ما نقش بندد. انا سوال اینجاست. مثلا ما مشکل این است که ما خیلی کتاب میخونیم لیکن مقصد گفتیم بله مقصد کتاب خواندن است، لیکن یکی از مقصدهای دیگر این از همون کتاب چیزی ضروری برای خود گرفتن است. مثلا تنها به خاطر اون نه که مثلا ما دانا شویم و سخندان شویم و مثلا اقتباس شخصی که اقتباس میارد این گونه شویم، نه، در زندگی کاربست کنیم و کسی رو اصلاح کنیم. اصلا وظیفه کتاب همین است، کسی رو اصلاح کردن و کسی رو برای راز تلقین نمودن. و چی باید کرد؟ یعنی چند اصول هست که من همیشه از همین اصول استفاده میبرم. شاید نفرانی که اینجا هستند این اصول ها رو استفاده باید برند. وقتی که کتاب رو به دست میگیریم فرق ندارد و نام کتاب یا اینکه یگان موضوع کتاب، باید ما به خودمون سوال دهیم. وقتی کتاب گرفتیم فرض کردیم غورمگس وینش غورمگس، خب من غورمگس چی میدونم؟ خب یعنی باید 10-15 دقیقه باید ما یک مرتبه کتاب رو به دست گیریم، یک مرتبه نامش رو خونیم، مؤلفش رو خونیم و یک مرتبه بابهایش رو نگاه کنیم و مونیم، تمام کتاب نخونیم و 10-15 دقیقه تنها با خود صحبت کنیم که من درباره این کتاب چی میدونم. یعنی چی میدونم؟ این رو میدونم. این بیشتر کمک میکند با کتاب‌های بدیهی نو، با کتاب‌های صحوی. فرض کردیم متل میس چگونه متل است. برای مثال نفرانی که در این ساحه کار میکنند، خب میس من میدونم، قپیده دیگه است، رنگش زرد است و غیره و کذا، یعنی در ساحه برق استفاده میبرند. یعنی همه اطلاعی که در سر ما هست باید خالی شود. بعد از اونی که کله خالی شد، پیاله خالی شد، بعد معلومات وارد می شود. این از نگاه روانی. یک نفر دانشجوی ختم کرده اکسفورد به گاروارد میاد و میگه که من میخوام که به اینجا خونم، من نامزدی حمایت کردگی هستم، منوگرافیا، من این مقاله چاپ کرده، باز میخوام در گاروارد خونم. 1 سال اجازت نمیدن که خواند، میگن که تو باید همین فرش ها رو توزیع کنی، آینه ها رو توزیع کنی. و در انتها از جان سیر می شود، نزدی اما رکتر میاد و میگوید که من میخوام دانشجو شوم، من اینجا مرا شما دیگر خیلی فهمیدید. میگوید که پیاله رو گیر، پیاله رو میگیرد، آب رو میریزد، پیاله پر می شود.
یعنی پیولا در دست همون نماینده دانشگاه و آب در دست اون جوان و میستد میگه که من تو ایست نگفتم ریز میریزد چه حدیث رخ میدهد البته میدونیم که آب پر میشود و میریزد میگه که تو چی فهمیدی میگه خیلی آب پر شد ریخت میگه عقلی تو دانش تو سری تو مانند همین پیوله است یعنی تو آمدی گفتی که من خوندگی هستم من فلان فلان یعنی میریزد و میگه که اناکنون ریز یعنی این اصول خیلی خوب کمک میرساند با دانشجویان اگر کورباس کنند خودتون بسیار این چیز وای میکنید یعنی باید شما اول یک بار سرتون خالی کنید من چی میدونم و میفهمید که شما خیلی زیاد چیز نمیدونید پس از اون وقتی که میخونید این روان ما یعنی عقل ما ذهن ما همین گونه است وقتی که ما میدونیم که نمیدونیم پس از اون چیزی که ما میخونیم به سر ما وارد میشه یعنی در خاطرمون میستاد انیخترش تشکر استاد استاد در موردی انا همون گفتیم روزنامه هر روز نشرونده در ژاپن که و مثال های زیاد آوردیم که در مجموع کتاب هست چیزی دیگر هست چاپی است در مجموع دیگر در مورد خواندن رفته شده چرا همین تندنس در ما نیست سخن درباره اون میرود که یعنی اساس های بنیادی ما کاسته شده است یعنی کتاب خواندن از مد رفته است یعنی کتاب رو ما از روی مجبوری میخونیم در مکتب در دانشگاه با افتخار ما کتاب نمیخونیم وقتی با همدیگر میشینیم دخترها پسرها رو محاکمه میکنند پسرها دخترها رو محاکمه میکنند دو جوان کم صاحب عقل دولت ها رو محاکمه میکنند میبینید که ما سیاست رو محاکمه میکنیم بار شده است که در بین جوانان محاکمه و بحث های طولانی شود در مورد کتاب در مورد عقیده نویسنده در مورد مثلا دانش این گونه بحث ها تماما کی نیست هست البته به طور رسمی لیکن صدقاً گویم در خانه همین دو دانشجو شده درباره کدام کتاب صحبت میکنند همین روز مثلا من هیچ نمیبینم مثلا دوستای من هم هستن ما هم میشینیم لیکن کلا ما درباره این گونه چیز صحبت نمیکنیم ما فقط تمام درباره دیگر چیز صحبت میکنیم یعنی بیشتر ما یعنی کتاب نخوندن روزنامه نخوندن عموما از روزنامه رو تافتن و روزنامه ها وجود نداشتنش هم همین است یعنی ما از خواندن خیلی دور شده ایم تشکر استاد تشکر سوافات بسیار که این رو اگر ما گویم خیلی وقتمون زیاد میره بله اما متاسفانه این موضوع نو هم نیست این موضوع کلاسیکی هست و من باور دارم که بعد این یعنی اگه اون کار حل نمیشه بعد این برنامه این گونه برنامه‌ها باید خیلی شماره‌اش هم زیاد باشه من فکر می‌کنم که حداقل یک نفر دو نفر کتابخوان شود یا در همین سمت یک بار خودش رو سنجد حداقل از همین اودیتور یک نفر دیگر شود این موافقت به فکر من اما فکر می‌کنم که این موضوع کلاسیکی هست و بحث است من یک سوال دیگر می‌دهم همین روز ما خیلی اقتباس آوردیم از ادبیات خارجی خیلی حرف زدیم ما ژاپنیا رو گفتیم ما خیتای رو گفتیم ما دیگر جا رو گفتیم ما مثلا جوان‌های ما دیلی کارنگی رو تعلیمات دیلی کارنگی رو نسبت به ادبیات کلاسیکی ما زیاد میخونند و باز ما با کوکرکمون زده میگوییم که در کلاسیکان ما همه چیزها گفته شده است همه اروپایی‌ها از ما دزدیده‌اند و غیر و هکذا وقتی که در کلاسیکان ما همه چی گفته شده است و همش خوب است چرا ما ادبیات خارجی رو بیشتر مثلا توصیف میکنیم برای ما مقبول هست که مثلا ما کتاب‌هایی که اقتصادی هست یا مثلا این شاید بر زندگی ما کمک میکند که ما بیشتر رو میاریم مثلا دیلی کارنگی من فکر نمیکنم که در همینجا نباشد نفری که یگان کتاب دیلی کارنگی رو نخونده باشد همه ما قریب که خوندگی هستیم فکر میکنم که چون من خودم هم در دوره دانشجویی این چیز رو خوندگی هستم چرا همین گونه است بچه‌ها مثلا شاید اونها دیگر ساده گفتن برای چی پیش از همه جلال‌الدین رومی مثلا در آمریکا بسیارتر پیروان خودشان را دارند مثلا در آمریکا بسیارتر یعنی خوانندگان جلال‌الدین رومی مثلا در مملکت‌های آمریکا و عموما در مملکت‌ها بسیارتر است چون که طرز ساده طرز بیان ساده جلال‌الدین بلخی مثلا در تمام مملکت‌های اروپا است اما برای چی مثلا ما این کتاب‌ها رو می‌خونیم از سبب اون که ما به تاریخ خودمون کم اهمیت میدیم یعنی به تاریخ خودمون کم اهمیت میدیم از سبب اون که ما مثلا بسیارتر رو می‌آوریم به تاریخ‌های یعنی به تاریخ‌های مملکت‌های اروپا یا که برای مطالعه نمودن کتاب‌های مثلا دیگر مملکت‌ها پیش از همه باید ما اول مملکت خودمون رو داریم جلال‌الدین رومی می‌فرمایند که ای نسخه نامه الهی که توی وی آینه جمال شاهی که توی بیرون ز تو نیست هر چی در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توی یعنی انسان هر آن چیزی که خودش می‌خواهد هوای می‌شود تشکر امید منم درباره اون گفتنی بودم که چرا نوجوانان کتاب دیل کارنگی رو بسیارتر میخونند هر یکی ما میخوام که در حیات موفق شویم
و تلاش به همین میبریم و انما کتاب دیل کارنگی همچنین باز دیگر کتابانی که حالا بستسلر هستند در همین زمان آنها به همین طلبات جوانان جوابگو هستند یعنی که آن با طرز درستی سخن راندن رو چی طرف خود رو در نزد آدمان رفتار نمودن رو یاد میدهد این در کلاسیکون ما نیست امید نه در کلاس شاید که باشد ولی لیکن ما همین رو یافتگی نیستیم ولی که یک نه باید فراموش نکنید من نمیگم در کلاسیکون نیستن یا بار گفتم تا آخر گویم مثلا گیریم یکی از کتابانی بستسلری که در تمام دنیا شهرت پیدا کرده است این کتابی نیسی و نیتوپی نام دارد اگر همون یک ورقش کشاییم ما می‌بینیم که مؤلف اقتباس از جلال الدین رومی آورده است و یعنی که همون ادبیات ما رو خوانده است یک چیز رو به خود پیدا کرده است و همون کتاب رو نوشته است استاد محمد بیت خودتان خلاص اینجا یک فکر هست یعنی کتاب هایی که برای تشکل انسان برای رشد ذهنی انسان و برای خود رو در زندگی عملی کردن اون پتانسیل اون نیروی باطنی که دارد در زندگی آن رو استفاده برده توانستن و موفق شدن یعنی این گونه کتاب ها هست که همچون راهنما کمک میکنند و فرق ندارد با کدام زبان و کتاب های بدیعی خدا ما کلاسیکون ما میگویم در ادبیات کلاسیکی ما واقعا تمام معنی محفوظ است یعنی پورا تمام معنی دنیا در علم کلاسیکی ما هست خواه در سفرنامه ها گویم خواه در بیوس ها گویم خواه در تذکیره ها گویم خواه در داستان ها گویم یعنی هر ژانر رو هر شکلی بیان اندیشه یعنی همه اندیشه محفوظ است لیکن سخن درباره چی می رود در ما نیز گفتند که باید خود را شناخت باید خودت رو پیدا کنی تو باید خودت رو سازی و غیر و کذا چندین بیت ها هم هست لیکن در کتاب هایی که شما گفتید مثلا دیل کارنگی جان کیخ روبرت کیاساکی برایان تریسی و غیره و کذا در این گونه کتاب ها مشخصا فرموله های رسیدن به موفقیت است یعنی در این کتاب ها مثلا فرض کردیم ما رو در اندیشه خودمون نمیموند میگوید که اگر تو من این کار کنی من این کار کنی من این کار کنی یکم روز اگر این کار کنی دوم روز من این کار کنی و سوم روز اگر من این کار کنی تو به همین نتیجه میرسی یعنی یک راهنمای خوب است برای رسیدن به موفقیت یعنی فرقیت ادبیات کلاسیکی و یعنی کتاب های روانشناسی جهانی خیلی بزرگ است که مثلا تاثیر بیشتر و ما رو زودتر برده میرساند یعنی کتاب های روانشناسی تشکر استاد بینید امروز ما کارهای علمی میکنیم مثلا اگر ما در مورد ادبیات بیت حرف زدیم در مورد ادبیات ما مثلا میگویم که موقع جمله یا مثلا موقع یک کلمه در فلان کلاسیک خودمون حتی کارهای علمی هست مثلا نمیشود که مثلا ما بگیم که موقع خود هوسمند کنیم موقع موتیواسیون موقع راه نشاندهی موقع راهنمایی اون که گفتیم مثلا از کلاسیکانمون گیریم و یک مجموعه دیگر تهیه کنن مثلا ما که مثلا گفتی شما مثلا یک راهنمایی باشد در بیزنس راهنمایی باشد برای آداب راهنمایی باشد در زندگی اولیوی نمیدونم مناسبت زن و مرد مثلا و دیگر و دیگر اگر ما گفتیم که نهفته است تو کمی مشکل فهم است اگر بگیم که منظور این باشد چرا مثلا نمیشود که ما انا همون کلاسیکان رو سمتش رو گیریم و اثرهای دیگر تهیه کنیم هست این گونه کارها مثلا مثال روشن حسین زیتمتوف کاری نامزدی این پسیخولوژی جوان که نامزدی علم هستند تأثیری ادبیات کلاسیکی با تفکر انسان و رشد انسان توسط همین ادبیات کلاسیکی است یعنی این گونه کارها هست لیکن ما کارهای علمی نیو بلکه باید ما کارهای دستوری متدی کارهایی که بیشتر خاراکتری اطلاعاتی و راهنمایی دارند باید تهیه شوند این گونه ما حالا همگی یک نفر هست سید مراد دولتوف که در همین سمت مثلا کار پیش میبرند برای رشد شخصیت برای رشد تشکل انسان و بسیار اندیشه خوب هم است که با تکیه از ادبیات کلاسیکی باید همین گونه یک روش یک سمت باشد که ادیبان و روشنفکران اثرها ایجاد کنند
تشکر استاد، سلامت باشید. تشکر جان عزیز. من میخواستم خلاصه های شما رو فهمیده باشم و در خلاصه شرح نمیدیم، تنها 3 یا 5 نام کتاب رو هم خیلی میگویم و خلاص. مرحمت سعید جان، بسیر جان مرحمت. یکم کتاب فیه ما فیه جلالدین رومی، دوم کتاب الخیمیک پاولو کوئلو، سوم کتاب افق‌های استقلال امام علی رحمه. تشکر. یکم مثنوی معنوی جلالدین رومی، بوستان سعدی با فاتح نیازی هر بشه گمان مبر که خالص. این بهترین اثر برای من. بسیارتر برای وطن پروری، وطن را دوست داشتن، این بسیارتر به جوانان یاری میرساند. بسیار هم میتواند دقت خواننده را به خود جلب کرده تواند. بله شریک میشم. تشکر. خب مرحمت. باز چی من توصیه میدادم که اول کتابی آه زندگی محکم پلوت و چطوری که استاد در اینجا قید کردند غرمگز وینیچ و سیوم پیرمرد بحر را. تشکر. خب باز جوان ها مرحمت. نام 3 کتاب. یک کتاب است که از ترجمه مؤلفان تاجیک است از عربی. وقتی تو عمری تو غنیمت شمار. ما پیش از اون که یک کتاب یک کار کنیم بعد وقتمون تقسیم کنیم، انا همونجا یاری میرساند برای کتاب خواندن. بعد عموما هر کس به ذوق حالی خودش، خیلی که اینو کلاسیک گفتن، موثر گفتن، کتابای انرژی هنده، موتیواسیون دهنده خوانند. خیلی که وقتی تو عمری تو غنیمت شمار و مثنوی معنوی، بعداً گلستان سعدی که با بیشتر معنویات رو تقویت میبخشد بخوانند. تشکر. مرحمت دوستان. بیشک از کتاب‌های سعدی گلستان و بوستان و عبدالرحمن جامی باورستان باید کوه ها رو از خود کنیم و از گنجینه آنها بهره بریم. تشکر. مرحمت. بیشتر اثرهای استاد صدرالدین عینی را باید مطالعه نماییم. خب تشکر. صدرالدین عینی. اینجا خیلی از کلاسیک همشو قریب که گفتن، من از معاصر همین کتاب‌های سید مراد دولت رو پیشنهاد می‌کردم. تشکر. باشه. به فکری منم و یا فکرشان به قطعی اثرهای صدرالدین عینی، یادداشت‌ها، مرگ سودخور و آدینه و غیره. تشکر. خب گنجینه یگانه دانشجویی هست که از دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان امروز شروع میکنه. مرحمت. تشکر. البته کتاب‌ها خیلی زیاد هستند ولی باید ما اینجا کتاب‌های بهترین مثلا قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس است، منطق الطیر شیخ عطار، تذکرة الاولیاء شیخ عطار، حدیقة الحقیقت ثنایی غزنوی، مثنوی معنوی، بوستان و گلستان و همچنین بهارستانی که اینجا قید کردند. باز مثلا کلیله و دیمنه انوار سهیلی باز نام دیگرش، باز کتاب های توتی نامه، کتاب های مثلا در سلسله کتابی که میراث خطی باستان است، آن کتاب ها را مطالعه نمایند. تشکر. مرحمت. آن کتاب هایی که من به دیگران توصیه میدم، این کتابی 1984 جورج اورل، مستر و مارگاریتا میخائیل بولگاکوف، اگر جوانی میدانست عثمان بشیرов، رابینزون کروزو و 80 روز درگیر جهان در 80 روز. تشکر. استاد پیش از آنکه خلاصه رو به شما میدم، یک روز من شاهد بودم که در فیسبوک در کتابخانه ورقایی که کتاب‌ها به هم دیگر چسبیده اند و بوری هم ورق زمان نشده است. شما عکس برداری کرده بودید و گذاشته بودید. واقعا جای تاسف بود که مثلا حتی مثلا کتابدار یک بار ورق نزد است آن کتاب‌ها رو مثلا برای ان همین حالت تکرار نشدن. من می‌خواستم اندیشه شما رو، اندیشه انتهایی شما رو شنیده باشم. من یک چیز رو باید تاکید کرد. امروز برای کتابخوان شدن و این گونه کتاب‌هایی که گفتیم حالا کسی ورق نزده است در کتابخانه‌ها شاید که خیلی زیاد باشند، باید در عائله با کودکان محبتی کتابخوانی، محبتی ورق زدن به کتاب، از کتاب معلومات گرفتن رو باید بیشتر افزون کرد. ما ببینیم امروز کودکان فیلم های تصویری فقط تماشا میکنند در خانه، با تلفن مشغول هستند. این بدبختی ما است و باید ما کتاب ها رو در پیش چشمشان مانیم، همین گونه مانیم که دستشان رسد، آنها قپند، ببینند، ورق زنند، بوی کشند و همین محبتشان به کتاب زیاد شود و ما هوسمند کنیم که اگر تو فرض کردیم بعد از آن که آنها لکه کتاب خواندن میتوانستگی میشن، باید ما هوسمند کنیم که اگر تو از درون همین اطلاع رو پیدا کنی، به تو من این توفه است یا من این چی توفه، یعنی باید ما هوسمند کنیم آنها هر روز پیوسته باید کتاب خوانند.
یعنی سخن درباره چی میرود؟ سخن درباره اون میرود که ما اینقدر جور نزنیم که باید ما کتاب خونیم، ما بزرگان داشتیم، ما کلاسیکان داشتیم، ما کتابخانه ها داشتیم. باید ما فرزندان خود رو همین لحظه از همین روز باید برای تغییر یافتنشون کوشش کنیم، تلقین کنیم که آنها کتاب خوانند، با آنها یعنی آینده رو افسانه نسازیم. تنها از داخل همین کتاب چیزی خوب گرفتنش رو باید ما راه روشش رو در اینترنت خیلی زیاد است که باید ما چگونه فرزندان رو کتابخوان کنیم. خیلی راه و اصول های زیاد است. این دردی نه تنها ماست، این دردی تمام دنیاست که مردم کتاب نمیخونند. الکی عالمان راه و روشش رو هم پیدا کردند که باید ما چگونه کودکان رو به کتاب خوانی هوسمند کنیم. من فکر میکنم که یگانه راه نجات همین است. دیگر این همه مکتب و دانشگاه و آزمون ها البته هوسمند میکنند، لیکن بعضا واسطه های اجباری هم هستند. باید کتابخوانی، کتاب خواندن از روی هوس و آزاد باید باشد. یعنی از این جهت ما میتوانیم با زینه نوی یعنی کتابخوانی رسیده باشیم. و چند کتاب من اینجا شما گفتید 4-5 من نمیدونم که کدامش رو بگم. به هر حال خیلی خوشم میاد که پیوسته میخونم نوادر الوقایع، بدایع الوقایع و از ادبیات معاصر بهمنی رو خیلی دوست میدارم. خصوصا سرمده رو بیشتر میخونم، همیشه در دستم است. بعضا نوشته های محمد زمان صالح رو بیشتر میخونم. خب از ادبیات جهان وقتی که من قیامت چنگیز ایتماتوف رو خواندم، قیامت در سرم رخ داد. واقعا بسیار یک اثر بزرگ است. جنایت و جزای داستایفسکی، جک لندن، مارتین ایدنش یا اینکه در تلاش حیاتش، این کتاب های هستند که شهرت جهانی دارند و باید که خواند. تشکر استاد. تشکر زیاد. خب بینندگان عزیز، من خاطررسان میکنم که این برنامه روبرو بود. عنوان موضوع ما کدام کتاب رو باید خوانیم بود. ما خیلی گفتیم، البته خلاصه درست بازم از شماست. در برنامه خوانندگان فعال کتابخانه علمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورов شرکت ورزیدند. فکری جوانان را کارشناسی نمودند. استاد همین بورگو، استاد دانشگاه و همچنین روزنامه‌نگار استاد اوسی معرف‌پور، همه شما رو تشکر میکنیم که اندیشتان رو گفتید. خب در خلاصه من میگم که واقعا هم یکی از سبب‌های شاید جلب شدن از نگاه پسیخولوژی هر یک کار باید 17 مرتبه تکرار شود. شاید 17 روز اگر ما کتابخانه مجبور کنیم که خوابمون آید هم مجبور کنیم، شاید بر رفلکس تبدیل یاد ما کتابخوان شیم. خلاص ما خلاصمون رو گفتیم، اندیشمون رو گفتیم. باز هم خلاصه درست از خود شما از بینندگان عزیز. ما در موضوعهای بعدی باز هم برمیگردیم. خداحافظ. خب استاد، فکر میکنم که موضوع خیلی پربحث بود. ما در مورد یکی از موضوعهای مهم کتاب حرف زدیم، چون اگر استاد یادتان باشد وقتی محاکمه این موضوع ها در آغاز سال 2017 حتی شما برای ما ذکر کرده بودید که ما در برنامه روبرو یکی از موضوعهای کلیدی که باید کتابخوانی رو ترغیب کنیم و در این موضوع خیلی بحث میکنیم. و این اولین بحثی ما هم نبود که ما در مورد کتاب برنامه کردیم، تهیه کردیم. چندین برنامه هست، اما در مورد کدام کتاب رو خب باید خوانیم امروز بعضی چیزهای نو رو گفتیم و باز هم میخواستم اندیشه شما رو شنیده باشم. استاد من درست من شما رو جانبداری میکنم. به هر صورت همیشگی من مشاهده میکنم 2017 بسیار خوب یاد کردید از تاریخ همین موضوع های برنامه. هر دفعه که به همین موضوع رجوع میکنیم یک دریچه نو در شناخت کتاب، در شناخت منزلت، قدر آن، امکانات هایی که کتاب برای خوانندگان میدهد، یک صحیفه های نو، یک روزنه های نو گشاده میشود. من امروز راستی این بحث ها رو دیدم، چون کارشناس بسیار نفری گویم خودشان نفری همیشگی آگاه هستند. آسمی معرف‌پور واقعا از صحبت هایی که من قبلا دارم از ایام کودکیش اون نفر کتاب میخواند و واقعا در شناخت و گویم جدا کردنی چی رو باید خواند، چی رو نباید خواند، یا مثلا به چی باید توجه کرد. بسیار اینجا خوب فکر خود بچه ها رو شنیده توانستن واضح این مسئله رو موی رو از خمیر جدا کنند. اما بعضی نکته هایی هست که مثلا در مورد اندیشه هایی که اینجا بیان شد، اصلا همه میخواد کتاب خواند، اما خواستن دیگر است و اجرا کردن دیگر، چون که زیر دست ما کتاب ها بسیار است، اما ما کدامش رو خوانیم در انتخاب. هدف برنامه هم همین گونه است که گاه وابسته به ذوق گفتیم که جوانان زود گوییم ثروتمند شدن میخوان، بنابر همین پیش از همه کتاب های دیل کارنگی، کتابی که هوسمند بله به آنها رو تلقین میکند برای گویم شناخت خودشان. این بسیار چیزی خوب است، اما باز با
اثرهای کلاسیکان داریم که حتی در برنامه کمی اشاره تنقیدی نیز رفت که مثلا ما از کلاسیکان خود ما فخر میکنیم و گوییم از ادبیات خارجی کمتر نه، باید باشد، اما همون حکمتی که هر کس به زبان خود سخنران گردد آموختن هر زبان آسان گردد. یعنی ما اول گوییم میراث خودمون رو آموزیم که ما کی بودیم، گذشتگان ما برای ما چی گوییم میراث گذاشتن. حتی در مورد مولانا گفتن که واقعا و جماعت بسیار خوب گفت که آثار مولانا در امریکا ترجمه انگلیسی شده. هنوزم ما از مولانا مولای بلخ آگاهی درست نداریم. تصور کنید که امریکایی‌ها اینقدر توجه دارن. گذشته از این قدری خواندن اگر بلند نمی بود، خداوند در کلامش در قرآن اولین چیزی که گفت برای پیامبر گفت اقرا بخوان و بنابراین انمی خواندن که این بی حکمت نه. هر یک چیزی که برای عالم اومده است یک در برابری گوییم گفته شدن یک بسیار معنی بلندش هم هست که ما باید انسان ها با اون تفکر کنیم. ما دیدیم که رشد تمام ملت ها و دولت های ابرقدرت ایران در دایره که من در ژاپن بودم سال 2007. باور کنید یک حالتی را نقل میکنم. یک مرد در داخل مترو شامگاهان تخمین ساعت 10 شب اومده ایستاده است همراه ما. من دیدم که کتاب خوانده ایستاده است. من دیدم که گوییم شکلی گوییم تبلیغ را دارد، یعنی دیدم که شکلی لغت را دارد، لغتنامه است. بعد از ترجمان پرسیدم که اگر بیملال باشد از همون مرد پرسید که این مرد کلانسال چرا لغت میخواند و کدام لغت را از بر دارد. بعد گفت که مشاهده شما درست است، کمتر صحبت کرد با زبان ژاپنی. بعد گفت که این مرد 58 یا 59 ساله است. گفت او در یکی از شرکت های فیلیال های شرکت میتسوبیشی کار میکند. این شرکت در خیتای نمایندگی خودش را میکشاید و گفته است که رهبریت همون شرکت آنهایی که زبان خیتایی را در کمترین فرصت حفظ میکنند در آنجا با جای کار و معاش ارزنده تامین میشوند. این مرد در 59 سالگیش لغت خیتایی را حفظ کرده است، یعنی بعد کار درون مترو آرام نیست. یعنی این یک حالت یک مردی 58 59 ساله 60 ساله گوییم ژاپنی است. باقی همیشگی چی در روسیه، چی در اروپا، چی در امریکا، چی در گوییم کشورهای شرق مردم در مترو کتاب میخوانند. یک لحظه فرصت خالی یافتن کتاب میخوانند. در ما چی؟ در ما امروز الکی آهسته به رسمیت درآمده است. گوییم یک همون گوییم انانه‌ای که ما داشتیم آن را از نو احیا کرده است. این بسیار چیز خوب است. ما باید این به خوبی شناسیم. کتاب خواندن هرگز عیب نیست. دانش پرقوت میشود. کتاب خواندن یک جا سخنتان گفته میتوانید، بیان کرده میتوانید. پیش از همه این بسیار یک نعمتی بزرگ هم هست و بنابراین من فکر میکنم همین برنامه که ما اگر در ترغیب همین موضوع برای بیننده ها اگر کاری کرده باشیم من فکر میکنم موفق هم شدیم. و من گاه هم یک مسئله دوی میگم که مثلا گاه برای بیننده ها برای اودیتوری داخلی خودتون سوال دهید. چرا گفتن گیرید؟ بسیار سوال دهید. یعنی گاه مثال ها نیز بیارید، چون که ما همین گونه میتوانیم مثلا اودیتور جوانای فعال سازیم که آنها توانند اندیشه های خودشان را آزاد بیان کرده باشند. این منبری جوانان هست، برای جوانان هست تا آنها توانند که برای همسالین خودشان چیزی را داده باشند. خیلی باقی ما خودتون میدونید. تشکر استاد. من فکر میکنم که باز برمیگردیم سر این موضوع و حتما با سلسله برنامه پهلوهای دیگر هست که ما باید گوییم. تشکر استاد. سلام باشید.